لیسه‌ای اسلامی در گیمنازیای اسلامی نزد دانشکده اسلامی تاجیکستان رو هیچ کس نبسته است. لیسانسیش در دست است. عمل کرده است. ما لیسانس دادیم. اگرچه از لیسانسیش دخترم یک قانونیت است. جای نشستی کودک اندازه دارد. اگر جای نشستی کودک خورد کردید حقوق کودک پایمال می شود. ممکن نه. 450 نفر از اندازه لیسانسش زیاد گرفتگی. در این حالت در کشورهای دیگر سود اقتصادی به میکشند رهبریتی معاشره. ما این کار نکردیم. ما در لیسانسش تاکید کردیم وقتش. این سال 2014 لیسانس بکیدم دادگی هستیم. الدول بگویید؟ یک سال شد. تاکید کردیم که شما از اندازه زیاد گرفتید. خواهشمندم در دایره مقدار معین کرده وزارت مالی گیرید. چون که کوادراتورش با تعداد کودک تقسیم میکنید. هر کودک اندازه گنجایش دارد داخل. این یک دویم این که مؤسسه ای که اونا عمل میکنن تخمینا تاکی 200 امریکایی جارو پولی میتید. یک هر ماه 16,000 چند گفتن در خاطرم نمونده است. خلاصه همین خیلی از سیتواسیون شد. این مؤسسه با بحران مالیوی گرفتار شدگی است. دیگر نگاه داشتن نمیتواند. اندازه مبلغ بلند هم کردن نمیتواند. که پدر و مادر استثمار کند ممکن نه. اینا نظارت میکند. هم وزارت مالی هم مؤسسه های علایده بای است. ضد انصاری است. ضد مونوپولی است. اکنون به همین خلاصه آمده است. بینای نو میسازد. جا گرفتگی است. ساختمانش لایحه‌کشی رفته ایستاده است. اما دیگر نگاه داشتن نمیتواند. بنابراین شاید در جای پیشترش چی مقدارش نگاه میداند چی مقدارش جواب میتید این اینستیتوت اسلام میداند کمیته دین میداند چون مؤسسه وزارت معارف نه مؤسسه کمیته دین نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است مؤسسش اینستیتوت است اینستیتوت اسلامی است اکنون لیکن ما مسئولیت اثرمون دور نمیکنیم از گردنمون ما اینو نظارت میکنیم که حقوق بچه‌ها پایمال نشد ما ناگزیر همش به مکتب فرا میگیریم نمیگذاریم یگون کودک به مکتب بونه نزد خانه‌شون و یا که فرض کردیم نزد محلشون و مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی است اونایش که اگر از مکتب فارغ میمونند تا ساختن مکتب خودشون ما اونها رو پورا فرا میگیریم این یک طرفی مثلا اون چیزی که به بنا تعلق دارد این بنای خوابگاه دانشگاه آموزگاری است شما گمان نکنید فقط همین بنا رو برگردوندیم پیش از این ما با اندازه 800,000 سومانی بنای دویمش هم خریداری کردیم در یونی وای بنای دیگر از چهارآشانه که 3 بلوک است دخترم اگر رفته دیدگی باشه این ما با خریداری کردیم با دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه دادیم